اطلاعات از کامپیوتر به دوربین و یا به اصطلاح آپلود. برای در واقع انتقال یک فایل که حاوی مختصات نقاط هست به دوربین، ما ابتدا بایستی اون فایل رو در داخل کامپیوتر ایجاد بکنیم. به فرض مثال این فایل رو من از قبل درست کردم. همونطور که می‌بینید ستون اول شماره نقطه، ستون دوم x، ستون سوم y و ستون چهارم در واقع مربوط به z هستش و ستون پنجم مربوط به کد نقطه. اگر چنانچه ما نقطمون فاقد کد باشه، توجه داشته باشید که حتما در انتهای ستون z یک علامت کاما قرار بدیم. در غیر این صورت اطلاعات به دوربین انتقال داده نمیشه. با بستن این فایل نرم افزار فویف رو اجرا میکنم. ابتدا بایستی تنظیمات مربوط به کامیونیکیشن ستینگ، در واقع تنظیمات مربوط به انتقال اطلاعات رو تنظیم بکنم. سطر اول مربوط به پورتیه که کابل RS232 به اون انتقال داده در واقع اتصال داده شده. سطر دوم با اجرای سرعت انتقال اطلاعات که بایستی دقیقاً همون سرعتی باشه که در داخل دوربین ست شده. گزینه 3 4 5 6 رو در حالت پیش‌فرض خودش قرار میدیم و در داخل دوربین هم این گزینه‌ها رو در واقع در حالت پیش‌فرض قرار میدیم. با زدن کلید اوکی به قسمت منوی کام رفته. کلید آپلود، در واقع گزینه آپلود رو کلیک می‌کنیم. در اینجا بایستی فایل رو به داخل نرم افزار بیاریم، ایمپورت بکنیم. فایل آپلود هست. این فایل رو به داخل نرم افزار ایمپورت می‌کنیم و سپس با زدن کلید در واقع بایستی دوربین رو در حالت ریسیو قرار بدیم که این تنظیمات رو در فیلم مربوطه، در فیلم آموزشی مربوطه توضیح دادم من. لذا بعد از قرار دادن دوربین در حالت ریسیو، اگر که گزینه سند رو در اینجا بزنیم، اطلاعات به داخل دوربین فرستاده میشن. بعد از انتقال اطلاعات هم با پیغامی بر این مبنا مواجه خواهیم شد. الان اطلاعات به صورت XYZ در داخل دوربین در